رو ببینم اگه در نبود من یه دختر اینقدر بهت نزدیک بشه چیکار میکنی؟ ای مرسی عشقم. بابا معلومه کجای بیا دیگه وسط وایسا. بابا نکن زشت جلوی مردمی کارا چیه میکنی؟ اشکالی نداره. بابا نکنی میگم نکنی. تو با قلب ویران. بچه اومدن خونه فامیلمون، حالا بیا ثابت کن که صدای اینه. حاجی می اومدی تو داخل تو هوا گرم قربونت برم مادی کار. حاجی دوست دخترم داره میاد دوستشم باش. صبر کن. یعنی ارزش دختر از ما بیشتره؟ ارزش دختر از تو بیشتره. تو تخم چشم نگاه کن بگو ارزش دختر از تو بیشتره. ارزش دختر از تو بیشتره. بزن دورت بگرد. خودم هم همینجوری. یالا. ببین به نظرم این رابطه دیگه فایده نداره. برای هر دومون بهتره که زودتر جدا شیم. حق با تو و اصلا نفریت نمی کنم ولی علی بزنه بگم اینجالا سقط چی شده بمیر. آقا ببخشید جونم چند؟ والا من خواهم از شما باشی 300 از ما باشه 500. بیشور آب و دستمالو میگم. شرمندم حقیقت چون شغل قبلی چیز دیگه ای بوده ذهنم اونجا همگی کرده. دستمال 50 آب 20 تومن. راستی شغل شما چی بوده قبلا؟ من حجامت در محل انجام میدادم. آها فکر کردم